به نام خداوند بخشنده و مهربان، همکاران عزیز، من در اول یک شما را تبریک میگویم برای این همبستگی، برای این همدلی و وحدت واقعی که نمایندگان تمامی کشورهای تاجیکستان امروز نشان دادند. امروز در این همایشی که آن را نه یگان سازمان، نه یگان حزب، نه یگان گروه تشکیل کردند، بلکه آن را مردم مهاجر خودشان با تشبث خود مردم، با تشبث کسانی که درد دارند، غم دارند و حرفی برای گفتن دارند، این چهاربینی تشکیل شد و ما می‌بینیم که در پهلوی یکدیگر برادرانی که از آلمان هستند، از فرانسه، از استریا، از لیتوا، از پولش، از سراسر اروپا، همه این مهاجرین که نمایندگان تمام کشورهای ملت تاجیک هستند، از بدخشان، از درفشان، از کولاب، از دوشنبه، تقریبا در این همایش یگان منطقه تاجیکستان نیست که نماینده نداشته باشد و واقعا باید با این صحنه، با این همایش ملی حق داریم که هر کدام یکدیگر رو تبریک بگوییم. نکته دوم این است که برادران عزیز، خواهران محترم، ما تاجیکستانیان باید بیاموزیم، الکی یاد گرفته باشیم که حق خود را در تمام دنیا طلب کنیم. از خاموشی ما، از بی‌حوصلگی ما، از ترس و از ناکاری ما دیکتاتوران استفاده کرده ایستادند. آنها بدون کدام مانعه سفر میکنند به اروپا، به امریکا و کسی شرم نمیکند از آنکه آنها را پیشواز بگیرد. مردم روس، مردم بلاروس، مردم کشورهای دیگر توانستند که اروپا و امریکا را مجبور کنند که از پیشواز دیکتاتورهای آنها شرم کنند، خودداری کنند. ولی اروپاییان، امریکاییان، ملت‌های آزاد اصلا نمی‌دانند بسیاری‌ها که در تاجیکستان یک نظام خودکامه دیکتاتوری خانوادگی هست. خبر ندارند که هزارها زندانی سیاسی در زندان‌های تاجیکستان اون به سر میبرند. خبر ندارند که این دیکتاتور یک گوشه از تاجیکستان، بدخشان عزیز ما را به خاک و خون کشید. باید هر روز، هر ساعت از همه منبرها در این باره گفت. باید همایش‌ها تشکیل کرد، میتینگ‌ها تشکیل کرد و خیلی خوب شد که 2 روز است در پایتخت آلمان، در شهر برلین، در نزد وزارت امور خارجه 2 مراتبه، در نزد سفارت تاجیکستان، امروز در مرکز برلین، در آن جایی که قرار و قانون قبول می شود، در نزد پارلمان ما تاجیکان میتینگ کرده ایستادیم. هدف یک چیز است برادران و خواهران عزیز، رساندن پیام ملت تاجیک و گوش اروپایی ها که اینها دیگر شرم کنند از آن که پای این گونه دیکتاتور مثل امامعلی رحمان و خاک آنها گذاشته می شود و این الکی نتیجه داده ایستاده است. ما در دوام این 2-3 روز چندین نامه ها، چندین جواب ها و نامه های خود گرفتیم که امامعلی رحمان به اروپا و به امریکا دعوتی رسمی نشده. او برای شرکت در کنفرانس ها می آید، او برای شرکت در کدام بیزنس فارم ها از طرف سازمان های غیر دولتی می آید. اما ما و شما باید مجبور کنیم، باید وادار کنیم که حتی یک سازمان تجارتی، حتی یک تشکیلات هم دیگر شرم کند که امامعلی رحمان را به اروپا دعوت کند، به امریکا دعوت کند و امیدوارم که انشاءالله آهسته آهسته قدم با قدم ما به این هدف خود خواهیم رسید و جامعه جهانی آگاه خواهد شد که ملت تاجیک در چه مصیبتی به سر میبرند. بار دیگر به همه شما تشکر میگیرم و شما را برای وحدت و برای همبستگی تبریک میگم و با همین سخن خود را به انجام میرسانم. تشکر زیاد.